سلام آقا، امشب شیخ فری همراه با کوسه جونش یه سوژه اساسی واسه موشکاف تیار کردن. حسن فرفری که قرص اعتدال قورت داده بود و همیشه به ریش بنفشش یه لبخند مکش مرگ ماگره میزد، این بار تریپ انتری نژاد ورش داشت و همچی بی کله و بی امامه رفت تو دل دلواپسان نظام. یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب به جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چه کار کنیم؟ اینطور که پیداست زهرماری اتمی حسابی کله شیخ فری رو داغ کرده و میخواد دهن دلواپسا و جاده زهرخوری رو با هم صاف کنه. تازه این که چیزی نیست، قضیه بیخدارتر از این حرفاست. این شیخک کوسه نشان که تا دیروز زور میزد ریش بنفش خودشو به عصای علی گدا گره بزنه، حالا دیگه تعارف معارف کنار گذاشته و یه مشت مخصوص همراه با سالاد و نوشابه سرو کرده واسه فک ولایت. بفرما. من سخن رو از یک نکته اساسی آغاز میکنم و آن این که در جمهوری اسلامی ایران پایه و اساس همه تصمیم گیری ها در اداره کشور مبتنی بر نظر و آراء مردم است. مردم صاحبان این کشور هستند. ما هر کدام هر عنوانی که داریم، اینجاست که وضعیت نظام از حالت خر تو خر تبدیل به وضعیت دجال تو دجال میشه. یعنی این دجال تایر سفید میخواد با خرج کردن از جیب مردم یه حالگیری اساسی از ولی فقیه ترتیب بده. انتری نژاد بعد از 6 سال کارش به شاخ و شونه کشیدن واسه عظما کشید. این شیخ فری یه ساله رفته واسه خط خطی کردن علی گدا. البته که قانون اساسی قوانین موضوع راهنمودهای مقام معظم رهبری پیش روی ما هست، اما باید بدانیم قدرت همه ما از مردم هست و اگر قدرت داخلی و انسجام داخلی نباشد هیچ دولتی قادر نیست در سیاست خارجی و در برابر بیگانگان از موضع قدرت سخن بگوید. یعنی کشک، یعنی علی گدا خیلی امامت ناسور شده. یعنی طلسم ولایت نگو، گوش کوبیده بگو. یعنی زهر رو میریزیم تو گلود، هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. تازه این که چیزی نیست، شیخ فری با کوسه جونش استراتژی نظامم ردیف کرد، تموم شد و رفت. تمام مسئولین کشور بدون استثناء مشروعیت سیاسیشون ناشی از رأی مردمه، یا مستقیم یا غیر مستقیم. بنابراین خواست مردم و مطالبه مردم اساس مسیر و حرکت ما رو در سیاست خارجی به عنوان بخشی از سیاست ملی، سیاست ملی کشور که ترکیبی هست از سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی فرهنگی و سیاست امنیتی. سیاست خارجی دکترینی مستقل ندارد. سیاست خارجی به عنوان جزئی
از مجموعه است که آن را سیاست ملی یا استراتژی ملی لقب می‌دهیم. گرفتم گفتی بدون استثناء که دیگه کسی شک نکنه که منظورت علی گداست. بعدم روشن شد که هم سیاست داخلیتون زهرخوریه، هم سیاست اقتصادیتون، هم سیاست اجتماعیتون، هم سیاست فرهنگی و امنیتی و خلاصه همینجوری برو تافیا خالدون ولایت. خب حالا سید علی زوار در رفته، عظمای زهر خورده، بگو ببینم با این کوسه و دنبش چی کار میخوای بکنی؟ رمق توپ و تشر و این حرفا رو که نداری، اون که معلومه. اگه خفه خون بگیری هم که بیشتر جر و باجر میشی. اینجاست که باید گفت مبارک از انشالله. مادر مبارک، مادر انشالله مبارک، مادر ما با همه توان میخواهیم رهبری را به انزوا برانیم، مثل بلبل برای غربی ها بخوانیم مادر مبارک، مادر انشالله مبارک، مادر کف و سوت بزنید.